سلام. وقتی از شما میپرسن که دوست دارید کدوم قسمت از استانبول زندگی کنید، اولین منظره و جایی که به فکرتون میرسه تنگه بوسفوره. پروژه‌ای که امروز میخوایم براتون معرفی کنیم در بخش آسیایی استانبول، منطقه اسکودار که یکی از مهمترین و عیان‌نشین‌ترین مناطق با ویوی بوسفور هست. تعداد زیادی از سیاستمداران و بازیگران توی این منطقه ساکن هستند. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید تا این پروژه زیبا رو با هم ببینید. مساحت پروژه 40,000 متر مربع که 29 بلوک 6 طبقه‌ای با متراژهای 157 تا 411 متر مربع هست که در هر طبقه فقط 2 تا واحد وجود داره. این یعنی کانسپت پروژه کاملا خانوادگیه و همه واحدها هم دارای تراس و بالکن هستند. امکانات رفاهی پروژه: اتاق جلسات، سالن بدنسازی، حمام ترکی، سونا، زمین‌های فوتبال، بسکتبال، تنیس و کشتی‌های اختصاصی برای پروژه با سیستم فولتوم هستند. از نظر نزدیکی به مهمترین مناطق و جاهای گردشگری میتونیم به ساحل اسکودار، تپه چامرجا و منطقه کادوکوی و تاکسیم اشاره کنیم. وجود مراکز خرید مثل مرکز خرید آکاسیا و کاپیتال و همچنین وجود دانشگاه‌ها، مدارس و بیمارستان‌های خصوصی و دولتی در اطراف پروژه که خیلی راحت میتونه نیازهای روزانه شما رو برآورده کنه. از لحاظ دسترسی پروژه، فاصله تا فرودگاه جدید استانبول 40 دقیقه، تا فرودگاه سبیها 20 دقیقه، تا پل اول 13 دقیقه و تا پل دوم فقط 5 دقیقه است. واحد 4 خوابه با متراژ 236 متر مربعی که الان داخلش هستیم، دارای یک سالن 48 متری با ویوی پل بوسفوره. گرمایش واحد از کف و سرمایش اون به صورت مرکزی هستش. کلیه لوازم برقی علاوه بر یخچال با 5 سال گارانتی تحویل داده میشه. پروژه تا آخرای سال 2023 تحویل داده میشه. اگر این پروژه رو دوست داشتید، لطفاً این ویدیو رو لایک کنید و با دوستان خود به اشتراک بذارید و برای هر گونه سوال و اطلاعات بیشتر در مورد پروژه لطفاً با ما در ارتباط باشید.